салом бинандагони азиз. Инак манзури шумост нахустнамоиши барномаи Пурсуков. мавзӯи аввалини мо бошад шашмаком. не мақсади асосии мо кушодани мавзӯи шашмаком нест, балки таҳлили он ки то чӣ андоза байни мардум ин жанри мусиқӣ маъмул аст. شوشم زنده در بزمی وصالت. سراول کمی درباره ششمقام معلومات می‌دهیم. همین مؤلف اصلی ششمقام کی باشد؟ البته مؤلف ششمقام این ملت تاجیک است. پس ششمقام قدیمترین ژانر موسیقی تاجیک باشد یا پیشتر از این هم سیستم موسیقی تاجیک وجود داشت؟ سیستم نخستین موسیقی کلاسیکی تاجیک این 7 پرده است. سیستم دومینش 12 پرده یا بعداً در دوره فرهنگ اسلامی اون به 12 مقام تبدیل داده شد و سیستم سومین 6 مقام است. سوالی از همه مهم، ششمقام چگونه موسیقی است؟ یک موسیقی آسمانی است. میکنی گهی استغنا میکنی گهی دشنا. فرقت سید درباره ششمقام چنین میگوید: این مال مردم عادی است. خنده بر جانی بدیگر زدنش را می‌بری. اصل‌الدین نظاموف باشد فکری او را تصدیق میکند. تا امروز مردم موسیقی نمیگن، مقام میگن. یگان مقام نواز میگن. اگر این موسیقی خلقی باشد، پس تا به ما چگونه آمده رسیده است؟ یک ژانر است که از استاد به شاگرد باقی مانده است. رهنماست جامی. در ششمقام بیشتر چگونه شعرها استفاده میشوند؟ بهترین روبایه‌ها، بهترین مخمس در آهنگ ششمقام صدا می‌دهد. قصیده‌ای در چنین موضوع ضرور است. پادشاه تو توانای چطوری که دولتی تو توانست بگذار بخارا شهرتیار باشد آن بسانی که زیباست بغداد. اکنون میگذاریم به اصل واقعه. مقامخوانان بهترین به ملت تاجیک تعلق دارند. از برای عشق تو. فرقت سید چنین اندیشه دارد. اهل زیایی که امروز ششمقام شنوند واقعا ششمقام رو دوست می‌دارند و از نام این شاهسر حرف میزنند، این معنای آن رو ندارد که ما یک گروه خرد داریم فقط از همه زیایی‌هایی که ششمقام گوش میکنند. خواستم شما را خبردار کنم که از شهر برای اینک سخن را به نوری نصر میدهیم. سالهای طولانی چنین میانگاریدیم که تمام قصه ها گفته شدند درباره صنعت معمولی ما تاجیکان به عنوان ششمقام، اما عیان گشت که نه. اما عقیده هایی که در نظرسنجی مذکور جمع آوردیم انیق هیچ کس نگفته و نشنیده است. نه شاید یگان تای آنها گوش میکرده باشند. نه اقلا یک کس. اقلا شما. کم گوش میکنم، اونقدر بسیار نه و خیلی شغل دوست داشتم نیست. شغل دوست داشته‌اش نیست. برای چی؟ سرودهای بسیار هم با معنی، با مرافقتش بلند و هم اشعار اصلی تاجیکان است. برای شعر حس کردن هم یک فهمیش‌های بسیار درکار. برای فهمیدن این شعرش، آهنگش، موسیقیش. اون مقام که گوش کردنش همین بود یک کیفیت مخصوص است. آدم زیاد باید یک آرامی، یک تنجی، یک فلسفه بلند فکری باید خودش جور کنه. خیلی مفکوره فرهنگی و صنعت دوستی داشته باشد که بعد ششمقام گوش کنه. ششمقام مگر شاه اثر موسیقی تاجیک نیست؟ پس برای چی میانی جوانان توجه به ششمقام کم است؟ به فکر من همی آدم‌های کلانسال‌ها بسیارتر به همی گوش کردن ششمقام سر کار دارند. ما جوانان البته که ششمقام را گوش میکنیم لیک بیشتر به سرودهای استرادی میل خواهشی بیشتر داره.
калонсолон таваҷҷӯҳ доранд. Аммо шумо чӣ? Барои ки на он қадар хушам. Я не люблю этот жанр. Намедонам. Писар нест ман. ҳавас нест. махул нест. Оста мехона аз ҷавоно чӣ хела қадар гӯш намекунад. Сурудро қадар дӯст намедорам. Барои вақта нест. бештар ба табу завқи ман сурудҳои эстрадӣ яъне ки мувофиқ меоянд. не шумо ин хела сорат намекунед. Ташаккур барои озодфикрӣ. Мегузарем ба гурӯҳи дигар. бале кама гӯш мекунам. албатта не баъзе гӯш мекунам. кам бале шашмакомро бале. ҳоло истед, мо боз якчанд саволи дигар дорем. лалал ман холуф мисол аз ҷумла субҳон саид албатта субҳон саид мехонам. умар карда намекунам. давадам нест. давлатманд холуф одина ҳошим. نشنیده میگوید کی шашмаком уманд ғазалои зафар нозим дар бораи модар мехонанд, дар бораи ватан мехонанд. лола азизова боз намедонам. дар тоҷикистон шашмаком мехонанд. аз онҳо дарак надорам номаш. касоне ки шашмақомсароёнро намешиносанд, лаҳзаи таваҷҷӯҳ ба экран намоед. албатта бо шашмакомро гӯш мекунем. خواننده‌های خوب دارند. بعد آوازهای زیبا دارند. بله. بزنم. البته. گوش میکنید. با همین نیت آمادگیم ده. با همین نیت. البته. بله ششمقام رو دوست می‌دارم گوش میکنم. گوش میکنید. ششمقام با من خیلی معقول است. بله. البته برای چی؟ البته من دوستدار ششمقامم. мегузарем ба саволи дуюм. кадоме аз шашмақомсароёни тоҷикро мешиносед? بوی محمد نیازов. اسرائیل فازیدینوف میسروند. فرقت سعید. با باقلکا فیض‌الله. خورشید ابراهیمов. ستاره کرامت الله. بله شونازر صاحب و میشناختم. برنامه سوقا بودن با کی در یادم نیست لیکن هم مادرم به حد مقبول بودن. رانا غالیبова. بوی محمد نیازов. بوی محمد نیازов بسیار آواز خوب داشتم. مرادبек насиддинов кам месароянд. маслуна эргашева месароянд. بوی محمد نیازов. برنامه سوقا است. خب حاضر شاهیده میخوانند. رافائیل طولماسов месароиданд. برنامه سوقا. маруф хоҷа баҳодуров. بعد акашариф ҷураев. بعد مستونه ارگشوا داریم. عبدالجلیل هاشمов بسیار آواز خوب داشتند. ستاره کرامت الله هستند. از جوان‌ها از ستاره کرامت الله باز وقت گوش میکنم. در دلی شب رو به مهنت. آفرین زنده باشید. اما برای چی نه همه به ششمقام توجه دارند؟ گوش کردن هم هر کس گوش کردن نمیتونه این ششمقام. این موسیقی خاص موسیقی با تمکین است. برخی دیگر باشد چون این اندیشه دارند. این موسیقی حال است و در حالتی میتواند که نفری را از کوی مرادی به مراد برساند و در حالتی میتواند که به ذوق آدم تماما نزدیک نباشد. این حالت روحی انسان است. یافتم. خب ما درک کردیم که این موسیقی حال است و نه به ذوق همه راست میآید. صنعت عالی درجه خلقی است. مضمونش بلند سرودخواره و درجهش مضمونش بلند است. کننده هم جهت سلامتی هم آرام کننده عصب از همه به مغزش همین که عصب آرام. برای که حلاوت میبریم و خیلی راحت میکنیم این. مثلا عصب رو آرام میکند مثلا. خودم رو نغز آرام حس میکنم. یک موسیقی فرضی وطنمون است. از قدیم آمدگی هیچ چی توجیکو است. باید ما گوش کنیم. ششمقام این میراث نیاگان ما است. یکی از بهترین آثار موسیقی خلق ما است. نخواد یکان جوان ششمقام رو گوش نکند و یا چیزی را صرف نظر کردیم. بله. نه. ما گوش میکنیم و اینجا برای ششمقام اومدگیم. گوش میکنیم. بله. وقتش باشد گوش میکنم. بله. گوش میکنیم کام بهش. بله.
باز همان سوالی پیشتره. کدامی از ششمقام سرایان را میشناسید؟ خورشید ابراهیمов، احمد بابکر. پای صباحت هستند. فرقت سعید. جمشید ارگاشف. افضلشاه شادی میسرایند. افضلشاه شادی. ستاره کرامت‌الله در مقام خانی بسیار خوب میسرایند. مستونه ارگاشف. ستاره کرامت‌الله. نه دیگر نمیتونم. فقط ستاره کرامت‌الله گوش میکنم. همین قدر دیدم باید جانم. ستاره کرامت‌الله، خیریت که شما هستید وگرنه جوانان از ششمقام دور میشدند. قامت چون سرو و زلفکانش چوگان. با این چی میگوید مهمانانی عزیز؟ سبب چی باشد که بعضی از جوانان به ششمقام توجه دارند؟ وقتی گوش کردن انسان یک راحتی میکند. نغز میدن گوش کردن ششمقام رو. برای که این موسیقی ملی ما است. عصبم آروم میکنه. موسیقی اروپایی بسیار تاثیر کلان دارد به موسیقی ما. معنی این چیزی یکون بد نیست، لیکن نباید فراموش کردن. بله، نباید فراموش کرد. بیبی من فقط شایسته مولا جان مرا گوش میکرد در خاندان. یک رادیو کهنه داشتن. بعد منم یک گوش میانداختم و مخول. بنیادش برانداز من. آفرین. انا گپ در کجا بوده است؟ شما یگان گفتنی دیگر داره؟ مایلش موسیقی موسیقی رو گوش کنید، پاپ، راک، لیکن وقت شود هم ششمقام گوش کردن لازم. آرزو دارم. پس چیکار کرد که ششمقام پسندی همگان گردد؟ وابسته به تقاضای زمان، وابسته به وضع اجتماعی، وابسته به ذوق و شوق مردم، وابسته به اون که شنوندگان چه خیلی قبول میکنند، کدام دایره شنوندگان در اطراف این سرایندگان هستند. از همین عامل ها عکسی صدا میگرفت و ششمقام البته زینه به زینه تجدید مییافت. آخر تنها گوش کردن ششمقام به انسان لذت میبخشد. سرودنش باشد واقعا هم دشوار. تعداد جوانانی که ششمقام رو میسرایند و مینوازند کم است، لیکن هر جوانی که با این هنر دل بسته است هیچگاه دلسرد نشده است. باز یگان گپی نگفته ماند؟ من میبینم که برآوردی من وقتی که من سرود ششمقام رو، آهنگ ششمقام رو یا ترانه‌اش رو زمزمه میکنم یا تغنی میکنم، آنها همراه من میسرایند. پس بیاید لحظه با فرقت سعید هم آواز میشویم. سری خود را به پای خویش دیدم آرزو دارم. خلاصه نظرسنجی ما چنین است: 35% اصلا ششمقام را گوش نمی کنند که اکثر آنها جوان‌هایند. 16% دیگر باشد گاه گاه گوش می کنند و 48% دیگر ششمقام را گوش می کنند و دوست می دارند. این نشان داده کم نیست، ولی اگر از اندیشه های امروزه خلاصه کنیم باید برای عامه‌شوی ششمقام یک چند کارهای دیگر را به انجام رسانیم. یکم، در خانه هرچند بیشتر ششمقام را گوش کنیم تا اینکه نسل نورس به آن دل بندند. دوم، چنانه که اصل دین نظامو قید کردند وابسته به طلبات زمان ششمقام باید رشد کند. سیوم، شماره با استعداد جوانان ششمقام سرا به مانند ستاره کرامت‌الله چقدر زیاد شود، میل جوانان نیز برای گوش کردن ششمقام می افزاید. بلبل فیغاتوتی سخن. این بود برنامه پورسوکو. تا برنامه های دیگر شاد بمانید.